دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 20 اپریل سال 2026 می باشد. من به شما نشون میدم که خونتوک چلو رو چه کردن در کور. من اما بسیار کردیم پارت اف موزی در یادم رسید که یک نوار کرده به شما پارت های من همین ولید خونتوک کدگینی انگروش ما همین حالت قرار دارد. چیکار میکنیم؟ ما اول برای اون که خونتوک کنیم و خوشه‌های در کور کندن پارت اول از تگش یک کم کم برگش رو میگیریم و میبینیم که کدام خوشه من تو خوشه رو برگ میگیریم بسیار نه کدام نودارو کنده پرستان در کور. من ما علاقه گرفتیم معلوم شد که کدام نودارو کنده پرستان در کور. من ما میبینیم که اینجا دو تا از یک چشم دو نودار رفتگی یکیش داخل اینجا در آمدگی یکی این طرف آمدگی همین طرفی که این طرف میبیاید آزاد میبیاید میمونیم طرفی که بالای این میرود بالای اینو میبرد جنگل میشد بگیریم منه هرچند که خوشه داشت گرفتیم میبینیم اینجا هم دوتا یک تا دوتا اینش با قوتر کمتر بیجانش رو میگیریم باز میرویم خیلی برگش رو کم میکنیم میبینیم که اینجا چیکار کردن در کار. وقتی که ما بر رو گرفتیم معلوم میشد که چیکار کردن در کار. انا این با قوت این به قوت این رو گرفتن در کار. اینجا دو تا است یک تا با قوت یک تا به قوت از دو تا یک تاشو میگیریم. من خلاصی گپ اینجا میبینیم دو تا اینجا دو تا هرشون با قوت اینجا یکی یک تا دیگر هست یک تاشو میگیریم. من به اون میدیم میبینیم چیکار میکنیم. من خیلی اول برگرفت کسیم پوینش رو میگیریم ولی کم قوت این رو میگیریم میپرتویم. خلاصی گپ همین خیلی این یکم خمتوک است. شما همین خیلی خمتوک کنید و برگرفت تو خوشه رو گیرید و تو خوشه رو بعد بسیاری بدم نگیرید از خوشه نگذارانید که بعد وای اگر وای نکند دریا نکند برگ کردنده و آفتاب ماهی ایول ده خوشوی شما به برگ ماند بالاش اگر انگور شما رو آفتاب ماهی ایون ده میسوزاند انگور کبوتکتون رو. منم خیلی بعد این خمتاک شما حتما فلیکور رو گیرید و فلیکور 5 گرم در 10 لیتر آب داخلش نورالده آمیخته کنید 10 لیتر دیگه و انگوراتون رو شوید. در پناه خدا باشید.